درس چهارم حرکت زبر. خوب دوستان، قسمی که شما شکل زبر را میبینید که این علامت است که بالای حرف میآید، اما مهم این است که حرف زبردار چگونه خوانده میشه. حرف زبردار به اندازه نیم الف کش کرده میشه یا به اندازه یک حرکت. بیشترین و شایع‌ترین اشتباه هم در بین شاگردان و اطفال این است که حرف زبردار را کش میکنه. متاسفانه زیاد کش کرده میشه، بسیار زود خوانده میشه. ب ت. خب هجایش دوستان اگر بگیم به زبر به هم درست است، اگر بگیم به فتحه به هم درست است. به هر شکل هجایش بگیم چندان مهم نیست. مهم این است که حرف زبردار چگونه خوانده میشه. حرف زبردار به این شکل خوانده میشه دوستان، متوجه باشید. ب ت ف ج ح خ تا آخر به همین شکل خوانده میشه، کدام مشکلی نداره. حروف قرآنی که دارای زبر میباشه زبردار هست. در اینجا کلمات است که دارای حروف است که حرکت فتحه داره. مثلا در اینجا لامی که فتحه داره چه قسم خوانده میشه؟ ل. کافی که فتحه داره چه قسم خوانده میشه؟ ک. هر دو حرف رو وقتی که یک جای بسازیم ترکیب بکنیم میشه لک، ت، ر، تر، م، ع، مع، ف، ت، فت، ح، فتح، رج، رجع، ع، رجع تا آخر به می شکل خوانده میشه. کدام مشکل نداره. اگر کدام مشکلی باز هم بود، راه های ارتباطی یا واتساپ ما در خدمتتان هست، میتونید از اون طریق با ما ارتباط باشید. درس پنجم حرکت زیر. خوب دوستان، قسمی که شما شکل حرکت زیر میبینید که این علامت است که پایین حرف میآید و روش خواندنش مهم است. حرفی که دارای زیر هست ایره کوشش بکنید که از یک حرکت زیاد کش کرده نشه، صرف به اندازه یک حرکت یا نیم یا کش کرده میشه. این مثلا با وقتی که کسره داره چه قسم میخوانیم؟ روانش را بی. هجایش دوستان باز هم قسمی که قبلا گفته بودم، اگر با زیر بی بگیم هم مشکل نداره، اگر با کسره بی بگیم هم مشکل نداره، اما به اینجا توجه بکنیم که چه قسم خوانده میشه. بی، تی، فی به می شکل خوانده میشه. جی، حی، خی، دی به همین شکل تا آخر خوانده میشه. حروف قرآنی که حرکت زیر داره، در اینجا کلمات است که باز حروف داره که حرکت زیر می داشته باشه. مثلا در اینجا کاف حرکت زیر داره چه قسم میخوانیم؟ کی. اینجا با حرکت زیر داره چه قسم میخوانیم؟ بی. اینجا ها حرکت زیر داره چه قسم خوانده میشه؟ هی. لام زیر داشته باشه چه قسم میشه؟ لی. ها وقتی که زیر داره چه قسم میخوانیم؟ هی. خب کلمات را کامل میخوانیم. ل، کی، لکی، بی، ک، بیک، هی، ی، هی، لی، ما، لیما، ف، هی، فهی، ی، فهی. خب دوستان این بود حرکت زیر. مهمترین قسمت این درس این بود که حرفی که دارای زیر هست صرف به اندازه یک حرکت یا به اندازه نیم یا کش کرده میشه. بیشترین و شایع‌ترین اشتباهات در بین شاگردان این است که حرفی که دارای زیر هست ایره زیاد کش میکنن، باز تبدیل میشه به یا. مثلا اینو میخونه لیما، اشتباه هست، باید بخونه لیما. حرفی که دارای حرکت زبر است یا حرکت زیر هست ایره کوشش بکنیم که صرف به اندازه یک حرکت کش بکنیم، زود بریم، زیاد کش نکنیم که اگر حرکت زبر باشه به الف تبدیل میشه و اگر حرکت زیر باشه به یا تبدیل میشه. درس ششم حرکت پیش. دوستان قسمی که شکلش شما میبینید که مثل واو کوچک است که بالای حرف میآید و مهمترین قسمت این درس هم است که حرفی که دارای پیش هست این صرف به اندازه نیمی واو یک حرکت کش کرده شود، یعنی بسیار زود خوانده شود و کش کرده نشه که اگر کش کرده شود تبدیل میشه به واو. مثلا هجای از چه قسم میشه؟ با پیش بو، ایتو هم درست است. اگر بگیم با ضمه بو، ایتو هم درست است. مهم این است که حرف دارای پیش کش نشه. بو، تو، حو تا آخر به می شکل خوانده میشه، کدام مشکل نداره. حروف قرآنی پیش داره در کلمات است که باز حروف داره که حرکت پیش داره. مثلا در اینجا ها حرکت پیش داره، پس چه قسم خوانده میشه؟ هو. در اینجا کاف حرکت پیش داره چه قسم خوانده میشه؟ کو، خو، نو، قو. خب کلمه رو کامل میکنیم. هو و هو، ی، کو، یکو، خو، لی، خلی، قا، خلیقا، نو، قی، نوقی، را، نوقیرا، قو، تی، قوتی، لا، قتلا. خب دوستان تا آخر به می شکل خوانده میشه، کدام مشکلی نداره. میریم درس بعدی.